به الله سوگند که پروردگار بیشتر از مادر نگرانت است. اگر از یک در میره به بیرون، الله در دیگر را باز میکنه که شاید از این در پس بیایی داخل. دنبال این بنده میگرده که از کجا گیرش بیار. مثل همین مادر بیچاره لطوکوبش میکنه، هم مثل شرابی خودم داغوش میکنه. پدر زده او را از خانه میکشه، از دروازه دیگر را داخل میکنه. نصف شب میخزده او غذا تیار میکنه. مادرانی هستن تا ساعت 11 شب دو چشمشون به دروازه است که پسر خوشگذرانش با رفیقایش رفته شب پارتی دارن، رفتن سیاحت دارن، چکر دارن، در فلانی میمانخانه قطعه میزنن، فلان میزنن. مادر بیچاره دو چشمش به دروازه است. وقتی که میای آهسته آهسته قدم بر میداره که پدرش بیدار. در زمان حسن بصری رحمت الله علیه پیرزن بود. این زن جوان بود. اول شوهرش تاجر بود. این زن دیندار، نیکو، پارسا، عابده. در مجلس درس حضرت حسن بصری همیشه حضور به هم میرساند. یک پسر داشت. پسر خردسال بود. مدت گذشت شوهرش در وقت جوانی جان داد. این مادر به خاطر ای که سرنوشت فرزندش خراب نشود شوهر نکرد. گفت اگر من شوهر کنم شاید شوهر من با پسر من سازگاری نکند، زندگی فرزند من و پسر من متلاشی شود. در روایت داریم زنی که به خاطر فرزند خودش شوهر نمی کند اون ثواب هر روزش مثل مجاهد در راه الله هست. چرا؟ همون قسمی که مجاهد میرزمد و میجنگد، این زن هم با هوا و خواهشات نفسانی خود میرزمد و میجنگد و گناه نمی کند. برای که سرنوشت فرزندانش خراب نشود شوهر نمی کند. و در روایت دیگر هم داریم، گرچه این روایت ضعیف است، رسول صلی الله علیه و سلم میگه این گونه در جنت در کنار من است. همین زن گفت نمی شود که من شوهر کنم. این پسر جوانتر شد و جوانتر، زیبا هم بود، پولدار هم بودن. پدرش به جوانی وفات کرد، پدر تاجر بود. وقتی جوان از پیش مادرش میرفت بیرون، این نفس پلید که در درون ما هست، این نفس خطرناک، نفس که ما کمتر از فرعون نیست، لیکن او رعون و ما رعون نیست. او لشکر داره، ما لشکر نداری. این نفس اگر بگذاری هر خرابی که بخواهی میکند. جوان از پیش مادرش میرفت بیرون، شروع میکرد به خواهشات، پورا کردن خواهشات نفسانی. هر چیزی که نفسش میخواست کار میکرد، تا اینکه به فساد اخلاقی و زنا و امثال از این گرفتار شد. هر روز گمراهتر، هر روز از مسیر منحرفتر، هر روز سرکشتر. ای از نشینی بد بترس. مولانا چی میگه؟ دلا یاران سه قسمند. دلا یاران سه قسمند، این را بدان. باز میگه زبانی اند، نانی اند و جانی. بنانی نان بده، از در برانش. محبت کن به یاران زبانی، ولیکن یار جانی را نگه کن. ولیکن یار جانی را نگه کن، به پایش جان بده گر میتوانی. دوستان که تو را به سمت الله میبرن خیلی کم شدن، خیلی کمن. در یک جامعه‌ای که ما تو امروز زندگی میکنیم، اگر یک جوانی که از الله میترسد در جستجویش باشی که پیدا بکنی، عنقا شده. چندین آدرس باید بگیری، چندین کوچه و شهر را باید بپیمایی تا اون جوانی که از الله میترسه همنشینی با او تو را با یاد الله میاندازد خیلی کم است. امروز جوانی که تو را به سمت صفحات مجازی میکشاند زیاد است. جوانی که در واتساپ تو فیلم های مبتذل روان میکند زیاد است. جوانی که چت و فرند و گرفرند و بای فرند به تو یاد میدهد زیاد است. جوانی که تو را به سمت گناه فلان و فلان گناه ها میکشد زیاد است. جوانی که با تو پابجی بازی میکند، لدو بازی میکند زیاد است.
اما اون دوستی که تو را به الله نزدیک میکند کمن. اگر پیدایش کردی محکمش بگیر، خوب محکمش بگیر، چون همنشینی با مردان صالح، با مردان نیکو تو را قوی میکنه، با اراده میکنه، پایت مستحکمتر میگردانه. امروز جوانانی هستن، باور کن مادر به من آمد شکایت کرد که پسر من موتورسایکل سر یک تیر حرکت میته و سر یک تیر میرانه. هستم به قسم نیم جایزه میدهن، قهرمان نام او را میکنن. چه قهرمانی است؟ موتورسایکل را سر یک تیر میرانن. این چه درد درمان میکنه؟ چه مشکل را حل میکنه جز ای که پدرت را، مادرت را، خواهرت را، همسرت را، پسرت را میرنجانی؟ چیز دیگر نیست. سرنوشتش هم آخر مرگ است. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشون. سرنوشت هم مرگ است. سر یک تیر موتورسایکل میرانند و باز از خود قهرمان دارن. خفه نشو جوانان. جوان عزیز، این شخصیت یک جوان مسلمان نیست. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من حسن الاسلام مرء ترکه ما لا یعنی. مسلمان کاری بیهوده نمی کند. مسلمان کاری نمی کند که به درد آخرتش نخورد. آخربین نباش، آخربین باش. همین یک دفعه تلفظ کن. آخربین نباش. آخر خب میفهمی؟ آخربین نباش، آخربین باش. آخرتت را بساز. باور بکن اون مادر بیچارش شکایت میکرد، اشکاش جاری بود که من بار بار این پسر را گفتم این کار را نکن. مثل همین داستانی که الان به شما میگویم. ولی اون موتورسایکل رو سر یک تیر میرانه و به او افتخار میکنه که من قهرمان هستم، موتورسایکل سر یک تیر میرانم. این قهرمانی نیست. بعد این مادر بیچاره خبر شد که پسرش از راه منحرف شده. دوستان ناباب، دوستان ناخلف پسرش را کشاندن به بیراهه، به گمراهی. شروع کرد به نصیحت کردن پسرش که پسرم پدرت کجا شد؟ پدر در اوج جوانی کجا رفت؟ این دنیا محل است که ما را برای امتحان آوردن. برای امتحان ما را اینجا آوردن. مثل اون بزرگواری که پادشاه زمان تهدیدش میکرد، گفت که تو عالم هستی، فتواهای سخت و درشت میدهی، این فتواهای تو سبب میشود که روز سر خود را به باد بدهی. پادشاه به اون عالم گفت این فتوای تو سبب شده که من هم با تو با تندی برخورد کنم. عالم یک تبسم کرد، گفت چی کار میکنی؟ گفت اگر ببری به زندان خلوت با الله هست، اگر مرا از شهرم تبعید کنی هجرت به سوی الله هست، اگر مرا بکشی شهادت در راه الله هست. شهادت در راه الله هست. فرمود گلستان ما در درون ماست، گلستان ما در قلب ماست، در دل ماست که دست تو پادشاه اونجا نمیرسد. آرامش ما در دل ماست که دست تو پادشاه اونجا نمیرسد. ای عزیز من، این دنیا جای ما نیست، تبعیدگاه ما هست. ما را آوردن که تو امتحان ما بگیرن. مرزا مظهر جان جانان یک عارف از هندوستان بود، عارف بود، ولی بود. یک گروه گمراه این بزرگوار را به شهادت رساندن. تمام سر و صورتش پر از خون بود، لباسش پر از خون بود، خانوادهش فغان میکردن چون مرگ ناگهانی، به یک بارگی مرگ. شاگردانش، مریدانش همه فریاد میزدن که این بزرگوار را از دست دادیم. وقتی رفتن نزدیکش لباسش را جستجو کردن، داخل جیبش یک کاغذ پیدا کردن. داخل جیبش یک کاغذ پیدا کردن. بعد از این کاغذ را باز کردن و خواندن، همه مات و مبهوت مانده بود. همه با آرامش رسیدن. در این ورق نوشته بود لوگ کہتے ہیں کہ مرزا مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مرزا مر گیا اور مرزا در حقیقت گر گیا. گفت مردم دنیا میگویند که مرزا مرد، اما در حقیقت مرزا نمرده، به خانه خود برگشته است. خانه ما کجا هست؟ بهشت. کجا؟
بهشت. گفت لوگ کہتے ہیں کہ مرزا مر گیا اور مرزا در حقیقت گر گیا. مردم میگن مرزا مرده، در حقیقت مرزا به خانه خود رفته است. پس این جایی که ما شما هستیم، دنیایی که ما هستیم، برای امتحان اینجا آورده شدیم. برای امتحان اینجا آورده شدیم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. الله اکبر. راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. یه شاعر دیگه میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. ما از این دنیا نیستیم، مال این دنیا نیستیم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. چند روز قفس ساختم از بدنم. پس عزیز دل من خیلی متوجه باش که نفس و خواهشات تو این دنیا را محل زراعت و کشت و زیبایی تو قرار داده. میگه محل سکونت تو اینجا هست. این مادر تلاش کرد به توصیه پسرش که پسرم دست بردار از این گناه ها. نشد. یک روز دست این پسر را گرفت برد پیش حضرت حسن بصری رحمت الله علیه. حضرت حسن شروع کرد به نصیحت کردن. دید که هیچ خیال نمی کند این جوان. قلبش مثل سنگ سخت شد. بعضی ها مثل سنگ سختن، هر چی برایشان بگویی تأثیر نمی کنه. هر چی حسن بصری گفت با اون بزرگواری خودش فایده نکرد. این مادر بیچاره به رنج این پسر بود. باز چند مدت تیر شد، باز دستش گرفت آورد پیش حسن بصری. حسن بصری باز هم برایش نصیحت کرد، دید که اثر نمیکنه. همین که بیرون میشد میرفت به اون دختربازی و زنک بازی خودش، به اون شراب و حبابی که داشت مصروف بود، تا اینکه به مرض لا علاج گرفتار شد. نفس از دیگر میبرد تا پرتگاه سقوط، تا در لبه سقوط، در جای تو را قرار میدهد که دیگه بازگشت به تو سخت است. به جایی قرار میدهد این نفس تو را که بازگشت به تو سخت است. دل دیگر تاریک میشود، سیاه میشود، چهار اطراف خود جز تاریکی چیز دیگر را نمیبینی، نمیتوانی برگردی. همون داستان فضاله رو پیشتر براتون نگفتم. بعد از این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست به دلش به قلبش گذاشت، فضاله میگه محبوب ترین شخص به من رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. فضاله از اونجا حرکت کرد، دوست دختر داشت در مکه با زنی که پیش از اسلام با اون ارتباط داشت، ارتباط نامشروع. همین که از کنار اون زن رد شد، اون زن صدا زد ای فضاله بیا چند لحظه در کنار من بشین حال بکنیم، به اصطلاح جوانان امروز کمی عشق بکنیم. فضاله سبحان الله چه شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیه کرد. چه عجیب بودن، جوان بودن. ولی وقتی با امروز جوان چه بگه نمیتوانم جناب مولانا دوست دختر دارم نمیتونم ترکش بکنم. خود تو نمیتونی چون غلام نفسی، تو نمیتونی چون نفس سر تو سوار شده. لجام تو به دست نفس تو، به هر سمتی که میکشاند این نفس میکشاند تو را. تو نفس رو سرکوب نکردی، نفس رو مهار نکردی، لگدمالش نکردی. خب مسیر حق سختی کار داره، ولی مقاومت بکن جوان عزیز، مقاومت بکن، مبارزه بکن. یوسف شعار را نداد که من هیچ وقت نمیتونم از دام زلیخا نجات پیدا کنم. با یک معاذ الله قفله های درهای زلیخا منفجر شد. با هیچ بهانه‌ای نتونست یوسف را به دام بیاورد. داخل زندانش فرستاد. خود یوسف چی میگه؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. پروردگارا این زندان خیلی بهتر است از آن چیزی که این زنان مصر و زلیخا از من طلب میکنن. زندان به من محبوب تر است. سبحان الله. این فضاله‌ای که 2 ساعت پیش دشمن رسول خدا هست، 2 ساعت پیش دوست دختر دارد، ولی بعد از 2 ساعت که ایمان می آورد برمیگردد، اون زن صدا میزند که بیا در کنار من چند لحظه با هم باشیم صحبت هایی بکنیم. فضاله میگوید الله. بگو یک بار الله. بلند بگو الله. فضاله گفت الله و اسلامش زنا را حرام قرار داده است.
من نمیتوانم بعد از این با تو باشم. گفت چی شد؟ گفت من رسول الله را دیدم، پیامبر را دیدم. بعد فوالا یک جمله میگوید، میگه لو کان رأت محمدا و رجاله، ای کاش این زن هم یک بار رسول الله را میدید که از درون تغییر میکرد. من رسول الله و مردانش را دیدم که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم است. امروز جوان میگه نمیتوانم. عزیز من مبارزه نمیکنی، گذاشت نفس به خواهشاتش. هر سه پابجی کار دارد بفرما، لدو کار دارد بفرما، یلدا کار دارد بفرما، نوروز کار دارد بفرما، چکر و سیاحت با فلان و فلان بفرما، دوست دختر بفرما. هرچی به این نفس بدهی. پیشتر گفتم علامه ندوی رحمت الله علیه فرمود اگر این نفس تو لذت جو شد سیرش کرده نمیتوانی. زهرم که برایش بدهی میخورن، مثل اونهایی که به هیروئین و کوکائین و مورفین و امثال از اینها گرفتار شده. اگر زهرم برایش بدهی میخورن، چون نفس لذت جو شده، از کنترل بیرون شده. به یک مرض لاعلاج این جوان گرفتار شد. بعد دیدن که دیگر راهی نیست، فقط یک قدم مونده تا به مرگ. جوان الان مطمئن شد که دیگر بازگشت نیست. شروع کرد به گریه کردن. گفت توبه کردم، مادر جان اشتباهی زیادی کردم، آیا الله مرا میبخشد؟ مادر جان برو به پشت در حسن بصری رحمت الله علیه او را بگو که بیاید چند لحظه با من صحبت بکند. من توبه کردم، به من بگوید آیا توبه مرا الله میپذیرد، و برش بگو اگر من مردم تا رفتن شما که دوباره برگشتین برش بگو جنازه مرم بخوانه. نفس از دیگر. وقت حسن بصری رفت پشت در حضرت حسن بصری رفت، این بزرگوار نو طعام خود را تمام کرده بود که دوباره به درس برگردن. این زن در را زد. مادر از دیگر. مادر پسر خوب خود را هم دوست داره، پسر بد خود هم دوست داره. ای باور بکنین مادرها همین گونه هستن. هم پسر شرابی خودم داغوش میگیره، پدر زده او را از خانه میکشه، از دروازه دیگر را داخل میکنه، نصف شب میخزده او غذا تیار میکنه. مادران هستن تا ساعت 11 شب دو چشمشون به دروازه است که پسر خوشگذرانش با رفیقایش رفته شب پارتی دارن، رفتن سیاحت دارن، چکر دارن، در فلانی میمانخانه قطعه میزنن، فلان میزنن. مادر بیچاره دو چشمش می دروازه است. وقتی که می آهسته آهسته قدم بر میداره که پدرش بیدار نشه. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشه. مادر، محبت مادر دیگر در دنیا نظیر نداره. ای عزیز من، به الله سوگند که پروردگار بیشتر از مادر نگرانت است. اگر از یک در میره به بیرون، الله در دیگر را باز میکنه که شاید از این در پس بیایی داخل. دنبال این بنده میگرده که از کجا گیرش بیار. مثل همین مادر بیچاره لطوکوبش میکنه. همین هفته روز یک شنبه یا دوشنبه کسی به من تماس کشید، نام شهر نمیگم، شهری که نزدیک ما هست. گریه میکرد. گفتم چی شد؟ گفت یک پسر امشب مادر خود کشته. اگر همون مادر زنده شود بس برش بگویی که بچه تا بخشیدی، میگه بخشیده میشه، کمیر چیزی نشد. این مادر بیچاره آمد پشت در حضرت حسن بصری گفت ای بزرگوار میشه که یک بار دیگه هم پیش بچه ما بری؟ حسن بصری گفت بچه تو ما را به سخریه گرفته، نمیشود، با ما بازی میکند، با ما شوخی میکند، نمیشود، برو مادر جان برو. گفت خیلی مریض است. گفت من توبه کردم. حسن بصری گفت الان من وقت درس است، کار دارم. گفت میگوید که نماز جنازه امام حسن بصری بخواند. حسن بصری فرمود هیچ وقت نماز نخواندم، یک جنازه بی نماز رو چگونه بخوانه؟ محبت کی را به تو نشان میدهد؟ بلندش بگونی. بعدش مادر با دل شکسته برگشت. مادر از دیگر گفتم پسر بد و خوب پیشش یکسان است، هر دوش دوست داره. وقتی برگشت آمد پیش پسرش گریه کنان داخل شد. پسر گفت چی شد مادر؟ گفت نامد حسن بصری آماده نیست که جنازه تا هم بخوانه. گفت مادر جان الان که حسن بصری نامد یک توصیه میکنم، شاید لحظات بعد من جان بدهم. بعد از اینکه من مردم مرا در یک جای تنها گورکند و قبرستان نبری. گفت چرا؟ گفت به خاطر رسوایی من دیگر مرده ها اذیت نشود.
به خاطر گناه و رسوایی من، سرکشی من، نافرمانی من از الله دیگر مرده ها اذیت نشود. در یک جای گوشه من دفن کن که دیگر مسلمین را در قبرستان آزار اذیت ندهم. در دنیا خیلی ها را آزار دادم. مادر شروع کرد به گریه کردن. مادر از دیگه تحملی تو سخنا را ندارد. بعد از لحظات پسرک گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دیدن که جان به جان آفرین تسلیم کرده است. در همین گریه و شؤون بود مادر که گریه میکرد و غم و اندوه در زده شد. صدا زد که کیستی پشت در، چی میخوای از ما؟ گفت حسن بصری هستم. حسن بصری. گفت چی میخوای؟ گفت در را باز کن. وقتی در را باز کرد گفت همین که تو رفتی لحظات بعد درس تمام شد من رفتم خوابیدم. در خواب کسی به من گفت چطور تو جنازه یک دوست از دوستان ما را نمیخوانی؟ یک دوست از دوستان ما را نمیخوانی؟ حضرت حسن فرمود اونجا دانستم که الله توبه پسر تو را قبول کرده است. ای عزیز من، تو با این الله طرفی، با این ذات مهربان طرفی. گفت من آمدم که تشییع جنازه کنم و جنازه پسر تو را بخوانم که این دوست خدا شده با این توبه. حتی در لحظات که تو در شرف رفتن از این دنیا هستی، اگر از ته دل، از قلبت یک لگت به نفس خود بزنی و بگویی که مرا رسوا کردی، عزت من، شرف من، بندگی مرا از من گرفتی، الان من به سمت الله میروم. آغوش رب العزت والجلال باز است. اذا اتانی یمشی اتیته هرولة. بنده ام اگر تو آهسته آهسته بیایی من دوان دوان به سمت تو میایم. اگر یک بلس بیایی 1 متر میایم. اگر 1 متر بیایی 4 متر میایم. این الله مهربان تو است. پس عزیز من بیاییم که با این نفس مبارزه کنیم.